عرض ادب و احترام. بنده اسماعیل حسنی هستم، یه زنبوردار منطقه پادنا. اینجا بخش پادنا کوهستان دنا هست. ما از تغذیه زنبور کوپابی استفاده کردیم به صورت تستی رو چند تا زنبور که فصل شهد زنبورا تمایل خوبی داشتن روش و خدا رو شکر راضی هستیم. نرمی که داره زنبورا خیلی راحت‌تر مصرف میکنن و اینقدرش هم مصرف شده و زنبورا بعد از مصرف شربت کوپابی هم تخم‌ریزی بهتری دارن. البته تستی رو چند تا زنبور ما استفاده کردیم. روحیه‌شون نسبتاً بقیه زنبورا بهتره. خب این هم وضعیت تخم‌ریزیه. در کل این تغذیه خیلی هم به صرفه هستش، هم زنبورا خوب مصرف میکنن. جایگزین خوبیه برای شکر. خمیر خیلی خوبه با اینکه الان فصل شهد زنبورا خوب مصرف کرده.